جریان چیه؟ ماجرای جفری اپستین که این فقط داستان یه مجرم نیست، بلکه داستان یک شبکه است، شبکه‌ای از قدرت، ثروت و پنهانکاری. اپستین عملاً تمام دارایی‌های وکسنر رو مدیریت می‌کرد و این منبع اصلی ثروت اولیش بود. سبک زندگی فوق‌العاده لوکسش همیشه سوال برانگیز بود. و همین سبک زندگی اونو به بالاترین حلقه‌های قدرت رسوند. وقتی به لیست آدمایی که باهاش در ارتباط بودن نگاه می‌کنیم با اسمای شگفت‌انگیزی روبرو میشیم. از بیل کلینتون و دونالد ترامپ گرفته تا شاهزاده اندرو از خانواده سلطنتی بریتانیا، او با جت شخصیش که به لولیتا اکسپرس معروف شده بود، این افراد رو به مهمونی‌هاش تو املاک مختلفش می‌برد. اینجا دیگه ماجرا از سوء استفاده جنسی فراتر میره و وارد حوزه قاچاق انسان سازمان یافته میشه. مکسول با استفاده از جایگاه اجتماعی و ظاهر موجهش، دخترای آسیب‌پذیر و کم سن و سال رو شناسایی و جذب می‌کرد. بهونه اولیش هم معمولاً پیشنهاد یه ماساژ در ازای چند صد دلار بود. اما بعد از اولین جلسه اونا رو تهدید می‌کردن یا با پول بیشتر تطمیع می‌کردن تا دخترای دیگه‌ای رو هم به این شبکه معرفی کنن. دخترها رو بین املاک مختلف اپستین در نیویورک، پالم بیچ فلوریدا و مهمتر از همه جزیره خصوصیش تو جزایر ورجین آمریکا جابجا می‌کردن. با توجه به اتهامات، آدم انتظار یه مجازات سنگین رو داره. و اینجاست که اون شبکه قدرت که اول بهش اشاره کردیم وارد عمل میشه. بر اساس این توافق، اپستین به یه اتهام ایالتی خیلی خفیفتر اقرار کرد و فقط به 13 ماه زندان محکوم شد. بخش عجیبتر ماجرا این بود که اجازه خروج برای کار داشت. یعنی میتونست 6 روز در هفته، روزی 12 ساعت از زندان خارج بشه و نکته حقوقی ویرانگر تو اون توافق این بود که نه تنها خود اپستین بلکه تمام همدستان احتمالی اون رو هم از پیگرد قانونی فدرال در آینده مسئول می‌کرد. این توافق عملاً پرونده رو برای یه دهه دفن کرد. چی باعث شد پرونده سال 2019 دوباره باز بشه؟ روزنامه میامی هرالد و گزارش تحقیقی یک خبرنگار به اسم جولی کی براون با جزئیات تکان دهنده داستان قربانی‌ها و ماهیت اون توافق محرمانه سال 2008 رو فاش کرد. دادستان‌های فدرال تو نیویورک مجبور به باز کردن یک پرونده جدید علیه اپستاین شدن و خب در ژوئیه 2019 دوباره دستگیر شد. همه منتظر یه دادگاه بزرگ بودن. منتظر بودن ببینن اسم چه کسانی قرار فاش بشه و درست همین موقع خبر میاد تو سلولش توی زندان فوق امنیتی تو منهتن مرده. اونم تحت عنوان خودکشی. روایت رسمی خودکشی با حلق‌آویز کردن بود، اما اول از همه منابع به خرابی همزمان 2 دوربین مداربسته درست بیرون سلولش اشاره می‌کنن. دوم، پروتکل‌های نگهبانی زیر پا گذاشته شده بود. پزشکی قانونی رسمی نیویورک علت مرگ رو حلق‌آویز شدن اعلام کرد. اما یه پاتولوژیست معروف که خانواده اپستین استخدام کرده بودن، اعلام کرد شکستگی‌های متعدد تو استخونای گردنش بیشتر با خفگی در اثر فشار یا قتل مطابقت داره تا حلق‌آویز شدن. این تضاد علمی به تئوری‌های توطئه مبنی بر اینکه اون به قتل رسیده تا نتونه تو دادگاه علیه افراد قدرتمند دیگه شهادت بده به شدت دامن زد. با مرگ اپستین تمرکزا رفت به سمت نفر دوم این شبکه، یعنی گیزلین مکسول. بله، بعد از 1 سال فرار مکسول تو سال 2020 دستگیر شد. دادگاه اون برخلاف اپستین برگزار شد. اون در نهایت به جرم قاچاق جنسی و چندین اتهام دیگه در سال 2022 به 20 سال زندان محکوم شد. اما به نظر میرسه داستان هنوز تموم نشده. منابع شما تاکید میکنن که سوال اصلی هنوز باقیه. تکلیف بقیه افراد تو این شبکه چی میشه؟ در جریان دادگاه و پرونده‌های مرتبط به یه لیست معروف اشاره شده که حاوی اسامی مشتریان و همدستان اپستینه. بخشایی از این اسناد در طول سالها منتشر شده و اسامی برخی افراد رو تایید کرده، اما بخش بزرگی از اون همچنان محرمانه باقی مونده.
وقتی به تمام این منابع نگاه می‌کنیم، داستان اپستین تصویری خیلی تلخ و واقعی از اینه که چطور پول، قدرت و ارتباطات میتونن برای دهه‌ها عدالت رو به تعویق بندازن یا حتی به کلی منحرفش کنن.